یکی از دوستانی که کربلا رفته بود ایشون میگفت اربعین که رفته بودیم کربلا سال 95 96 یادتون تو آذر ماه بود، اربعین سرد بود. میگفت یه شبی که فکر نمی‌کردیم شب اربعین انقدر هوا پایین اومد، دما به نزدیک صفر داشت میرسید، انقدر سرد بود که دفعه صاحب موکب اومد گفتش که دوستان عزیز، آقایون بزرگوار، اینجا موکب آقایونه ولی مشکلی پیش اومده. چی شده؟ گفت خانم بچه‌های مردم بیرونن دارن یخ میزنن، تو خدا بزرگی کنید، مردی کنید، باز شما آقا هستید برید خونه این عراقی‌ها پیدا میکنید، روتون میشه، بالاخره احساس امنیتی بیشتری دارید. بچه بیان اینجا. خیلی بلند نشدن. گفت یه حرفی زد ترکون ما رو، پیش صاحب غیرت بی غیرت نباشید. حضرت عباس کلاها رو برداشتن اومدن بیرون، خالی شد اون موکب. خانم بچه‌ها که میومدن تشکر میکنن، آقا خدا خیرتون بده، گذشت یعنی اینا بگذر از حقت. میگه آخر سر تا از 12 اومدیم 12 اومدیم بیرون، شده 2 2 3 پامون داشت میشکست، کجا بریم کجا بریم. میگه در زدم یکی از این خونه هایی که توی کوچه بودی، آقای در رو وا کرد، سلام علیکم. گفتم علیکم السلام. گفتم زائر الحسین، ایرانی زائر الحسین، یا الله یا الله. میگه خیلی خوشش اومد با هم، میگه در رو بس رفت تو. خوشحال شد در رو بستی. بعد باش گفتم چرا یه در دیگه زدیم، تق 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 تق، یه آقای دیگه باز کرد، پیران عربی، ساعت 2 شبه. گفتم زائر الحسین، زائر امام حسین، ما جا موندیم و اینا. خوشحال شد، می‌خواست ما رو بر داخل منزل، اون قبلی که در بسط در باز کرد. بعد می آقا گفت اینا رو نبر، اینا مهمونای منن به عربی. میگفت واسه مشخص بود. من گفت نه اینا در خونه ما رو زدن. آقا ببین خودشون حرف شد. سر 30 ثانیه با هم دیگه صداشون رفت بالا. رفت این در گوشه اون، همین اولی که در بسته بود، رفت در گوشه یه حرفی زد که این گفت راه برید خونه این بنده خدا. میگه رفتیم خونه‌شون آقای دکتر، میگه انقدر اکرام که میگه زنش بلند شده بود انگار مثلا چی میدونم پیغمبر خدا دید. میگه بچه‌اش بدون ما میدوید. بعد خود با هم حرف زدیم، ما دست شکسته. چی شد دیشب بین شما اینا؟ این آقا برگشت گفت من کارمندم، شغلم یه جوریه نمیتونم برای امام حسین کاری انجام بدم، نه موکب دارم، نه پولم به موکب میرسه، نه خونم جایی که بتونم، خونم پرته. میبینید که ته کربلاست، اینجا اصلا زائر نمیاد، اصلا نمیان. دیشب شب 40 دلم شکست، گفتم حسین جان لیاقت نداشتم برات کاری بکنم. امام حسین منو ببین دوست داشتم خادمت باشم. می همین که خوابیده بودم در زدید. اول فکرم شوخیه، در زده شد، در باز کردم، گفتم کیه؟ گفت زائر الحسین. گفتم یا حسین برای من آدم فرستادی، برای من کسی فرستادی که من تو رو دیدم. میگه انقدر خوشحال بودم از هولم رفتم داخل که زن بچه رو بیدار کنم، در بسته شد، اونا رو بیدار کردم، اومدم در رو باز کردم ببینم شما در خونه همسایه‌اید. گفتم بیایید، من رفتم فقط بچه‌ها رو آماده کنم ولی شما داشتید میرفتید. دلم گرفت، گفتم حسین جان منو دیده بودی، اینا برای من فرستاده بود. اون همسایه گفتم تو رو خدا بذار بیان. گفت نه اینا مهمونای منن. قسمش دادم ما با هم اختلافی داریم، 5 سال همدیگه رو حرف نمیزنیم. این آقای عربی گفت ولی اون لحظه با خاطر شما حرف زدم. گفت من 5 سال اتفاق واسم افتاده، من نوجوانی داشتم، اینم نوجوانی داشت، نوجوانامون سر موتور با هم دعواشون شد، من نوجوانم موتور داشت. حالا چه اینکه چه اتفاق افتاده بود، نوجوانمون خواست موتور رو بگیره و بالا پایین هول داد. نوجوان افتاد رفت زیر موتور، سرش خود به جدول مرد. 5 سال بچه‌ش تو زندانه. ما دیگه نمیخوایم، ما فقط قصاص میخوایم، فقط قصاص. بزرگان کربلا رو واسطه کردن، فقط قصاص. مادرش گفت فقط قصاص. دیشب که حسین ما رو دید واسم مهمون فرستاد، دیدم این همسایه داره میبره شما رو، رفتم در گوشش گفتم اگه بذاری اینا بیان مهمون من بشن به عشق امام حسین از خونه بچه‌م میگذرم. دیدی بعضی بلدن ببخشن چون میدونن امام حسین چی جور جبران میکنن، چون میدونن چی رو دادن چی رو گرفتن، چون میدونن بچه که هیچی خاندان اون رو امام حسین میخره. بلد باشیم با بزرگا خوب معامله کنیم، این قشنگه.